لچ مکانیسم یا پدیده چفت شدن. قبل از اینکه در مورد مکانیسم لچ صحبت کنیم، یه مروری کنیم انقباض رو در عضله صاف. در حالت استراحت میوزین نمیتونه به اکتین متصل بشه، به خاطر اینکه سر میوزین فسفوریله نیست. در حضور کلسیوم داخل سلولی سر میوزین فسفوریله میشه و در واقع این سر میوزین با اکتین واکنش میده، اون پدیده انقباض رخ میده. زمانی که کلسیوم داخل سلولی کاهش پیدا میکنه، سر میوزین دفسفوریله میشه، اما همچنان به حالت در واقع قفل شده یا چفت شده به اکتین باقی میمونه که بهش میگن لچ مکانیسم. علت این پدیده این هستش که کمپلکس در واقع اکتین و میوزین بدون فسفوریله یا دفسفوریله تمایل کمتری به ATP داره. بنابراین چون ATP نمیتونه بیاد و جای ADP قبلی رو بگیره که بتونه این اتصال کنده بشه، همچنان این اتصال باقی میمونه و باعث میشه که شما تنشن عضلتون حفظ بشه، یک تونیک کانترکشن داشته باشید بدون اینکه ATP اضافه‌ای مصرف بشه. پس لچ مکانیسم جهت حفظ طولانی مدت انقباضات عضله صاف هست که به این ترتیب تعریف میشه که لچ مکانیسم با وجود کاهش نیاز به تحریک مداوم عضله و کاهش نیازش به انرژی، عضله نیروی انقباضی خودش رو به طور کامل حفظ میکنه. اهمیتی که مکانیسم چفت شدن یا لچ مکانیسم داره این هستش که میتونه انقباضات تونیک طولانی رو در عضله صاف برای ساعتها با مصرف بسیار کم انرژی ادامه بده و سیگنال تحریکی خیلی مختصری هم برای این کار کافی هست.